صدها نفر از این افغان‌ها کسانی هستند که در 6 ماه گذشته با به قدرت رسیدن طالبان به اوکراین مهاجرت کردند. شماری از آنها حالا موفق شدند که وارد لهستان شوند. سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای همسایه اوکراین هم گفتند تلاش می‌کنند زمینه خروج افغان‌ها از اوکراین را فراهم کنند. شهزاد آریوبی سفیر دولت پیشین افغانستان در پراگ از همین شهر با ما هستند. آقای آریوبی، بیشتر به ما بگید که الان این سفارتخانه‌های افغانستان که در شهرهای مختلف دارن سعی می‌کنن به اتباع افغان کمک کنن، اینها تحت اداره چه کسانی هستند؟ تشکر از این که امروز ما اینجا هستیم. متشکرم. ما اول کمک معلومات درباره افغانایی که در اوکراین است. ما 3 نوع افغان ها در اوکراین داریم. اولی کسانی که با خانواده خود در اونجا مستقر شده، دسته محصلین است. دوم افرادی هست که بعد از 15 اگست وضعیت در افغانستان خراب شد، با اوکراین تخلیه شده و منتظر روند بیشتر درخواست خود را و کشور امریکا، کانادا و سایر کشورها است و منتظر است. این مردم متاسفانه برخی از همین دسته سیوم که تخلیه شده سند سفر هم نداره و این بسیار با مشکل رو بروست. مردم ما نهایت زیاد در وضعیت بد قرار داره، خصوصا وضعیت اونجا وحشتناک شده، ترسناک شده و تقریبا زندگیشان در خطر است. ما سفیر شوای ما که در اروپا هستیم یک گروه هماهنگی ایجاد کردیم که چطور بتونیم در این وقت مشکل به افغانای ما که در اوکراین بند مانده چطور یک کمک کنیم. ما یک ایمیل مشخص و یک تلفن نمبر واتساپ برای اجرا اعلان کردیم. مردم برای ما نامه‌شان تماس و در کدام شهر است روان میکنه. از تقریبا زیادترش دیروز از شهر اودیسا بود، امروز از اوکراین هم زیاد مردم که اونجا جنگ داخل شهر کیف شده امروز ما تماس میگیره و نامه روان میکنه و تلفن میگنه و نهایت زیاد در ترس است، در وضعیتی است که هیچ باورکردنی نیست. از این خاطر ما میخواهیم که امروز کشورهای ما که اینجا ما خود من در پراگ هستیم و کشورهای سفیر صاحبایی که در دیگه کشورها چطور بتونیم برای از جای امکانات فراهم کنیم که سرحد عبور کنیم. یعنی با وجود اینکه دولت قبلی افغانستان خب دیگر در قدرت نیست در افغانستان، ولی سفارتخانه‌های افغانستان در شهرهای مختلف همچنان دارن خدمات رسانی میکنن به افغان‌ها؟ بله، تمام سفارتخانه‌های ما فعلا فعال است. مشکلات مالی داره، باز هم تمام سفارتخانه‌های ما فعال است و خدمت کنسولی و خدمت دیگر چیزی که برای شهروندان ضرورت است مهیا میکنه. ما تا حال نمایندگی های ما که است از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکنیم. شهزاد آریوبی سفیر دولت پیشین افغانستان در پراگ از همین شهر با ما. متشکرم از شما.